سب گلز رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه. امروز اومدیم با دوئل که از تاملیل ویدیو معلومه و قبل از اینکه بریم سراغ این بازی لایک و ساب یادت نره، یه کامنت کوچولم زیر بذار که اگه خوشت اومد لایک هم کن. حالا اگه بازی های دیگه دوست داشتید یا آموزش های دیگه هم دوست داشتید کامنت کنید و منو ساب کنید. حالا بریم سراغ این بازی. کیل دومم ببینید چطوری میگیرم. یه دونه زدم با DLQ که گلد کردم تازه. حالا بچه ها اگه خواستید دوئل با شما برم زیر این کامنت ها بنویسید که دوئل با منم بریم. حالا آیدیتونم بدید اگه خواستید. و بله دیگه اینجا ببینید بچه ها الان میخواد منو نایف کنه. ببینید اینجا که نه، آره اینجا همینجاست، دقیقا همینجاست که میخواد منو نایف کنه. ببینید اینجا میاد یه دونه نایف هم میکنه. اینجور بازی کنن نباید بذاریم زیاد بشن چون خیلی عقده‌ای میشن. خب و که رفته بیشتر میشه این آدم ها. حالا رفته این آدم ها بیشتر میشه و دیگه کل کالاف میشه نایف کردن دیگه به جای اسنایپ. وسط بازی یه دفعه دیدی بمب کشید زد، هر چی اومد دستشو تو ادامه بازی به من زد، حتی این گرسش هم زد به من، ولی من آخر بردمش و آخراش منو داشت نایف میکرد. حالا بازی ها رو ببینید و عشق کنید.
رفقا داریم کم کم به آخرای ویدیو میرسیم. بچه هنوز لایک نکردی؟ واقعا که هنوز لایک و سابم نکردی؟ واقعا که حالا اینجا ببینید یه دونه اسنایپ زد، اسنایپ هم ورداش. حالا اینجا میخواد نایف هم کنه. حالا نایف بازی از اینجا شروع میشه. اینجا داره زمان تموم میشه. ببینید 1 دقیقه و 15 ثانیه مونده. ببینید اینجا داره نایف میکنه ولی من با اسنایپ زدم. نمیخواستم با نایف بزنم ولی اینجا 19 شد. حالا اینجا میخواستم فینیشر بگیرم ولی خودم زد با نایف رفتم اون ور دنیا. ببینید اینجا یه دفعه یادم فینیشر اومد و من نتونستم بزنم. حالا اینجا ببینید فینیشر میشم. الان میگه فینیشر نایف میشم. حالا 19-10 شدیم. حالا آخر 19-13 میشیم و ببینید کلا داره نایف میکنه همونطور که گفتم. 3 بار تا الان 4 بار تا الان من نایف کردی که تا الان دیدید و نمیدونم چند بار ولی خیلی نایف کرد. من الان 19-12 شد. من اومدم اینجا کمپ کنم اونا اینجوری و که بیشتر از این من نایف نکنه، چون اگه نایف کنه منو میبره. منم نمیخواستم نایفش کنم وگرنه الان برده بودم. اینجا اومدم دنس بزنم نمیذاشت دنس بزنم. اینجا نمیذاشت دنس بزنم. اومد یه دونم منو اینجا نایف کرد اینجوری و بازی تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک ساب یادتون نره. اگه خواستید پارت بعدی هم براتون میزنم. فعلا خداحافظ.